یه برد اقتصادی 4 مگاپیکسل بستر آنالوگ که قابلیت 8 مگاپیکسل شدن 12 فریم داره رو چه مشخصاتی داره و چه تصویری به ما میده. امیدوارم حالت عالی باشه. بخش اول سنسور تصویره. یه سنسور 1/2.9 اینچی سیموس BSI که مخفف بک ساید ایلومینیشنه یا روشنایی از پشت. سنسورهای معمولی میشه FSI یا فرانت ساید ایلومینیشن یا همون روشنایی از جلو. توی FSI ها لایه های سیلیکون، متال و بعد فیلتر رنگی قرار داره. توی BSI ها متال لایه های پایینه، بعد سیلیکون و بعد فیلتر رنگی میشه. در BSI ها چون سیلیکون لایه بالاه نور بیشتری جذب میکنه و تصویر در نور کم کیفیت بهتری داره. نکته‌ای که هست 2053 4653 8053 سنسورهای FSI هستن. بخش دوم پردازنده فولهان 8538E یه پردازنده 5 مگ که 2DNR داره و DWDR هم ساپورت میکنه. بخش سوم نمونه تصویر این دوربینه که با هم دیگه میبینیم. تصویر اول 4 مگاپیکسل 25 فریم بود. تصویر دوم هم 8 مگاپیکسل 12 فریم که توی TVI این برد قابلیت سویچ شدن داره. با توجه به قیمت خیلی اقتصادی که این دوربین داره به نسبت به 5083 که 5 مگ 12 فریمه، این دوربین رو بیشتر پیشنهاد میدم که البته توی 5 مگ هم 20 فریم به ما میده. نکته آخرم قابلیت نصب میکروفون داره. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی.